سلام دوستان، چطور هستید؟ امروز اومدیم با یه ویدیو باحال و شگفت‌انگیز با بازی خیلی خوب ما ماینکرافت که چون من قولش رو داده بودم برای شما که ماینکرافت میذارم و بقا میکنیم و تا ندرایت و اینجا میم. بس برو بریم که دیگه من طولش ندم. خب آقا یه کمی این هنگ داره تو این مسئله، میبینید که خیلی آهسته و آروم و لطیف میاره تا بیاره من برم و بیام. خب آقا آورد، برو بریم. خب یه دونه مپی بسازیم و بریم. داشتم مادشو میکردم که دیگه وضعش خراب بود. خب برو بریم زود باش دیگه. جون میکنه. خب اولین کارمون اینه که یه دونه چند تا چوب بزنیم و اینجور چیزا دیگه. برو بریم که خیلی اینجا داره ماینکرافت زوم میکنه، انگار دارن براش زوم میدن تو راه. خب فکر کنم داره میاره، خیلی آهسته داره میاره. خیلی چه عجب آورد، چه عجب انداخت تو وسط جنگل، اونم تاریک. عجیبه، شاید عجیب. کنده خب من برم چند تا چوب بکنم و بیام. برو بریم. خب آقا چوبا رو کندیم، 10 تا از چوبای معمولی هم 10 تا 6 تا هم از این چوبا. یه دونه نهال داریم. حاجی جنگلو نگاه، الان شب زومبی هم میرم پدرمونو در میرم. درختی خونه درختی بیزنی. عجیبه چقدر میرم جنگله بازم. خب آقا راه چاره اینه. گوسفند سیاه بمیر بچه چرا نمه میره؟ کشتیمش دینی. ای شانس. خب از اینجا چطور. اینجا فعلا یه کرافتینگ تیبل میسازیم و بیام زود باشی. بیان کرافتینگ تیبل و از اینو از اونو بپر بالا. دینگ. خب برو ببینیم چی میتونیم بسازیم. یه دونه از این بسازیم. اینی ناشاش اینو بکن ببینیم داره چی میشه. خب برای اول کار یه دونه خونه زیر زمینه میکنیم. من همیشه این کارو میکنم. چند شده؟ نمیدونم چی شد، ولی دمیج ریزی خوردیم. خب رسیدیم به سنگ و اچومنت گرفتیم و برو پایین. بسه دیگه فکر کنم. آره این خونه جیگیر میگیری میسازیم و
خب اینقدر فکر کنم بسه. انگاری یه جور اشتباه کندیم. اینا رو ببینم. آها اینطور اشتباه کندیم. اینجا مال دره. خب حاجی زود باش دیگه، الان شب میشه. زامبیا میرم شکم میکنن. در اینم درش. مبارکه. یه 2 دیواری ساختیم که خیلی خوبه برای اولیش. خب حاجی 1500 تا داریم اینجا. باید سنگ، دایمند، ندرایت، اندرمن. الان بیاد دیگه فاتحمون خونده است. حاجی بزن دایی، خیلی داره وضعیت خراب میشه واقعا. اصلا با این کلنگ چوبی هیچی نمیشه انجام داد. خب یه دونه ازینو، یعنی ازینو یه دونه. نه این چیه من ساختم آجی؟ آی همه چیز از دست رفت. نصف سنگا چوبا پرید. با یه راه حل ساده میتونید سنگا چوباتونو ببرونید که مزخرفترین روشه. خب آره میگفتم میتونید با این روش خیلی راحت چوباتونو چوب و سنگتونو و یه دونه خیلی دردناک بود. من الان چی خاکی بر سرم کنم؟ 6 تا از اینا رفت، 4 تا از اینا رفت. بسای اون من نمیدونم اصلا به چه دردیم نمیخوره، به هیچیم. اصلا آدم هرس میده. با یه روش امروز به شما آموزش دادیم که چطوری با یه روش گفتم بزنید همه چی رو بپکنید. چوباتون رو بدید به هدر. خب یه مشعل اینجا بکنم روشن شد. خب ببینیم این به چه دردی میخوره که اصلا به چه دردی هم نمیخوره. وگه گزام رو میپزونه که گزام رید. میدونی؟ خیلی دردناک. شما نمیدونید که یه دونه من تست ساخته بودم چی شد. الله اکبر همه چیم گیب میشد. یه دونه اینجا حالا ای بابا چوب و خاک و فلان و فلان و فلان و فلان به الله اکبر همه چیمون رفت توی سر اینجا هم یکم بزرگ کنیم. تا من اینجا بزرگ کنم برو بریم. خب آقا یکم من خونه رو بزرگ کردم، اینا به باد رفت. خب تا اینجا کافیه. ممنونم از کسانی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودن و ویدیو کانال ما رو دنبال کردن، ویدیو رو لایک کردن. اون زنگ رو سابسکرایب هم حتما بزنید تا من ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر باشید. خب عشق منید. بای بای.